ترسناکترین افسانه‌های جهان پارت 1. شماره 1 بابا دیوک استرالیا، روحی با ظاهر سایه‌مانند و انگشت‌های بلند که در کتاب‌های کودکانه پدیدار می‌شود و آرام آرام وارد ذهن قربانی می‌شود و او را به جنون می‌کشاند. شماره 2 لا یورونا، زن گریان آمریکای لاتین، روح زنی که بچه‌هایش را از دست داده و شب‌ها کنار رودخانه‌ها گریه می‌کند. گفته می‌شود کودکان را به دنبال صدای گریه‌اش می‌کشاند. شماره 3 اسلیپری هالو، آمریکا اروپا، سوارکاری بی سر که شبها در جنگل‌ها می‌تازد و دنبال سر خودش می‌گردد. هر کسی سد راهش شود سرش را می‌برد. شماره 4 وندیگو، قبایل سرخپوست شمال آمریکا، موجودی انسانخوار با بدنی لاغر و استخوانی که با حرص و گرسنگی ابدی نفرین شده است. زمستان‌های سرد باعث بیدار شدنش می‌شود. شماره 5 اسلندرمن، افسانه مدرن اینترنتی، موجودی بلند بدون چهره با بازوهای بسیار طولانی که در جنگل‌ها دیده می‌شود. یکی از مشهورترین موجودات ترسناک عصر اینترنت.